خب سلام دوستان، من امیرحسینم. این ویدیو برای خوشامدگویی به شماست. ما کانالی رو ساختیم به نام ویسکا بارسا و علاوه بر اینکه خیلی رئالی کانال تو یوتیوب زیاد زدم و از این حرفا، ما اومدیم کانال بارسایی بزنیم. جزو معدود کانال‌های بارسایی قطعا هستیم. کانال بارساس برای طرفدارای بارساس و برای هیچ طرفدار دیگه‌ای جز بارسا نیست. و امیدوارم که هر کی میاد اینجا بارسایی باشه یا مثلا حداقل یه تیم دیگه هم داشته باشه به جز بارسا. خب من خودم بگم، من خودم یه بارسایی دو آتیشم. خب و دوست دارم که این کانال حمایت شه واقعا حتما. و جدا از این، ما قطعا این موقع شروع کردم این کانال چون داره فصل جدید شروع میشه. اولین چیزی که میخوام دربارش صحبت کنیم درباره بازی 5-0 برنده شدن بارسلونا و کسب اولین جام این فصل توسط بارسا، عشق تیم من ویسکا بارسا. واقعا بازی بی‌نظیر بود و عالی بازی کردیم با 2 گل از فرمین لوپز، 1 گل از رافینیا و 2 گل از یامال که استعدادهای ما دارن خوب میدرخشن واقعا و خیلی خوب بود. قشنگ مالک بودیم، قشنگ فهمیدیم که این فصل قرار جام‌های بیشتری ببریم و بریم برای هدف اصلیمون، یعنی 6 گانه زدن.